درود خدمت همه دوستان. تو این ویدیو میخوایم گیم لوپمون رو جوری تنظیم بکنیم که بازی کال آف دیوتی بدون هیچ لگ و کرشی راحت اجرا بشه. اگه شما هم میخواین گیم لوپتون درست تنظیم بشه، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. قبل از اینکه بریم تنظیمات گیم لوپ رو انجام بدیم، من چند تا نکته بگم. گیم لوپی که الان من دارم استفاده میکنم گیم لوپ آفیشیاله یا همون گیم لوپ اصلیه. به خاطر اینکه گیم لوپ چینی یه چند وقتیه الان داره به صورت رندوم بعضیا رو بن یه روزه میده. حالا اگه میخواین رو اکانتتون ریسک نکنین، بهتره که گیم لوپ اصلی رو نصب کنین. خیلی هم هستن الان گیم لوپ چینی دارن و مشکلی واسه شون ایجاد نشده. میگم این قضیه رندومه و برای بعضیا پیش اومده. این تنظیماتی هم که الان میخوایم انجام بدیم هم شامل گیم لوپ چینی میشه، هم شامل گیم لوپ اصلی میشه. اگرم میخواین گیم لوپتون کمتر کرش بخوره، نسخه 32 بیتی رو نصب کنید. نسخه 64 بیتی کال آف دیوتی رو یه مقدار بهتر اجرا میکنه، ولی تو نسخه 32 بیتی یه مقدار احتمال اینکه کرش بخورین کمتره. خب بریم برای تنظیمات گیم لوپ. میایم این بالا و سیتینگ رو باز میکنیم. تو این قسمت بیسیک این تیکایی که اینجا هست رو ور میداریم. وارد تب بعدی میشیم که تب انجینه. این بالا ما 3 تا گزینه داریم: اوپن جی ال و دایرکس و اوتو. اوپن جی ال مال سیستماییه که کارت گرافیک بهتری دارن نسبت به سی پی یو. گزینه دایرکس اگه شما سی پی یو قوی تری دارین میتونین بذارین رو دایرکس، ولی خب حالا این اوتو رو ما کاری باش نداریم. خب ولی پیشنهاد من اینه که شما رو حالت اوپن جی ال پلاس بذارید. میایم پایینتر، تو این قسمت آنتی آلیاسینگ رو حتما آف بذارید. این گزینه لبه‌های تصویر رو یه ذره بهبود میده، ولی خب منابع خیلی زیادی مصرف میکنه که همین باعث لگ تو بازی میشه. قسمت بعدی تنظیمات مموریه. شما هر چقدر رم دارید، مثلا اگه 16 گیگ رم دارید تقسیم بر 2 بکنید و اینجا وارد کنید که مثلا میشه 8192. اگه هم رمتون بالای 16 گیگه، چون اینجا اصلا بیشتر از 8192 نداره، شما همین آخریه رو انتخاب بکنید. قبل از اینکه قسمت بعدی رو توضیح بدم، یه نکته در مورد این مموری بگم. شما نباید بیشتر از اون حدی که مموری دارین اینجا اختصاص بدین به گیم لوپ، به خاطر اینکه نرم افزارهایی که تو ویندوز هست به مشکل برمیخورن. قسمت بعدی که پروسسور مربوط به سی پی یو میشه. شما اینجا هر چقدر که سی پی یو تون هسته داره باید اینجا وارد بکنید. حالا برای اینکه بخوایم ببینیم که سی پی یومون چند تا هسته داره، کنترل شیفت و اسکیپ رو میزنید و تو قسمت پرفورمنس اینجا قسمت سی پی یو و جلوی کور نوشته که مثلا من الان اینجا نوشته 10 تا هسته داره سی پی یو. خب اینو میبندیم و تو قسمت پروسسور کلا اصلا 8 تا بیشتر نداره. حالا اگه شما 6 تا داشت بذارین 4، یا اگه 8 تا داشت بذارین 8، یا اگه 10 تا داشت همون 8 رو انتخاب بکنید. قسمت بعدی قسمت رزولوشنه. اگه مانیتورمون رو حالت فول اچ دیه، اینجا هم رو حالت فول اچ دی انتخاب میکنیم، یا اگه 2K رو حالت 2K انتخاب میکنیم. ولی خب من به خاطر اینکه FPS بالاتری بگیرم، چون مانیتورم 2K، اینجا فول اچ دی رو انتخاب کردم. اگه سخت افزار ضعیفی دارید میتونید رو حالت 720 هم بذارید، ولی خب یه مقدار کیفیت تصویرتون میاد پایین. قسمت بعدی اسکرین دی پی آیه که همون 240 بذارین باشه. اینم که مربوط به کارت صدای و پایینیش هم مربوط به انتخاب میکروفونتون. وارد تب مدل میشیم و این بالا کامن مدل رو انتخاب میکنیم و رو حالت ایسوس ROG 2 میذاریم بمونه. یه نکته من بگم، اگه گیم لوپتون چینیه یه ذره اینجا کارتون سخت میشه، به خاطر اینکه فونت هایی که اینجا استفاده شده چینیه برای شما، ولی خب میشه یه ذره تلاشتون رو بکنید میتونید انتخاب بکنید. وارد تب بعدی میشیم که تب گیمه. از این بالا 720p رو انتخاب میکنیم و این پایین رو حالت اسموت میذاریم. حالا اگه گیم لوپتون چینیه میشه از سمت چپ دومی. خب کار ما اینجا تموم شد و سیو رو میزنیم. خب برای اینکه مطمئن بشیم تنظیماتی که انجام دادیم ذخیره شده، میایم روی گیم لوپ که رو دسکتاپمونه کلید راست میکنیم و پروپکتیس رو میزنیم. اوپن فایل لوکیشن رو انتخاب میکنیم و این صفحه‌ای که باز شده یه دونه فولدر از اینجا برمیگردیم عقب. بعد اینجا پوشه UI رو انتخاب میکنیم و میایم پایین.
یه فایل اگزه اینجا هست اسمش تی سیتینگ سنتره، اجراش میکنیم. وارد تب انجین میشیم و تنظیماتی که انجام دادیم رو مشاهده میکنیم. ولی خب تو تب بعدی به احتمال زیاد اینجا رو حالت 1080 اوتوه که باید اینجا هم بذاریم رو 720 اسموت و در آخر سیو رو میزنیم. خب دیگه تنظیمات گیم لوپ رو همش رو انجام دادیم. خب حالا کافیه بازی کال آف دیوتی رو اجرا بکنیم. وارد سیتینگ میشیم و این بالا گرافیک کوالیتی رو حالت لو قرار میدیم و اینجا هم فریم ریت رو اولترا میذاریم، تیک اینجا رو هم میزنیم و رو حالت 120 قرار میدیم فریم ریت رو، برای اینکه ببینیم تنظیماتی که انجام دادیم چه تأثیری داشته. توی بتل رویال یه پرکتیس رنج میریم. خب همونطور که میبینید اون پایین سمت چپ که FPS رو نشون میده، FPS مون الان رو 120. حالا شاید یه ذره پایین تر هم بیاد ولی خب قابل قبوله. یه نکته رو من بهتون بگم، اگه میخواین کلن گیم لوپتون کمتر کرش بخوره یا لگ کمتری داشته باشه، بهتره دیتای بازی رو کامل دانلود نکنید. اون مثلا اون گانایی که میخواین رو دانلود کنید یا اون اسکینایی که میخواین رو دانلود بکنید. من الان خودم شخصا HD ریسورس پک و اینجور چیزها رو اصلا نگرفتم. این نکته‌ای که در مورد دیتای بازی گفتم رو حتما امتحان بکنید چون تاثیر خیلی زیادی داره. این تنظیماتی که با هم انجام دادیم رو شما هم انجام بدید و توی کامنت ها بگید که چقدر تاثیر داشته. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگه از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که لایک و سابسکرایب رو بزنید. خیلی ممنون.